سلام دوستان عزیز، امروز ما همراه با دانشجویان دانشگاه هاورشناسی از خانه موزه به نام حیدر علی بازدید کردیم. این خانه موزه در سال 2016 تأسیس شده و تا امروز به فعالیت خود ادامه می‌دهد. در این خانه موزه شما نه تنها میتونید آثارهای سفالگری را مشاهده کنید، بلکه نمونه‌های زیبای هنری نقاشی سنتی نیز آشنا می‌شوید. جالبترین ویژگی در این خانه موزه این است که شما در اینجا هم با هنر سفالگری هم با مهمترین رویدادهای تاریخی آشنا می‌شوید. مثلا بر روی این سینه که شما اکنون مشاهده کنید، نقشه باستانی جاده ابریشم به تصویر کشیده شده است.